درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. ترامپ گفته در تهران رهبری وجود نداره و معلوم نیست کی چه کار است. دیدار مقامات ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی در پاکستان لغو شده. ترامپ گفته شخصا تصمیم گرفته که سفر استیو ویتکاف و کوشنر رو به پاکستان لغو کنه چون نمیخواسته فرستاده هاش 18 ساعت تا پاکستان برن و چیزی از توش در نیاد. شواهد و قرائن نشون میده راهکار دیپلماتیک در حال به بنبست خوردنه. نه فقط دیگه خبری از دور دوم مذاکرات ونس معاون ترامپ با قالیباف نیست، بلکه الان شرایطی ایجاد شده که حتی دیگه عراقچی و ویتکاف هم با هم دیدار نمی‌کنن. ترامپ گفته دو پیشنهاد پشت سر هم به فاصله 10 دقیقه از جمهوری اسلامی دریافت کرده، ولی حرف جدیدی تو این پیشنهادات نیست. بازم میگم همه برگای بازی دست ماست. اونها عملا دیگه نیروی نظامی ندارن، رهبرم ندارن. نمیدونیم رهبرانشون چه کسانی هستن. هیچ کس نمیدونه چه کسایی از اونها باقی موندن. حتی خودشون هم فکر نمیکنن بدونن رهبرشون کیه. این نکته خیلی مهمیه. وزیر خارجه ایران دیشب تو پاکستان بود. وقتی گفتن جلسه‌ای برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده، گفتم سه‌شنبه؟ این خیلی دیره. وقتی دقیق نگاه کنید این سفر خیلی طولانیه. نه، ما نمیخوایم این کار رو انجام بدیم. هر سه نفر نماینده ما در گفتگوها بسیار توانمند هستند، اما اونها با رهبر کشور دیدار نمی‌کنند. با افراد دیگه‌ای ملاقات داشتن. منم گفتم ما قرار نیست این همه سفر کنیم که نتیجه نداشته باشه. دوباره تکرار میکنم. خیلی طول میکشه، خیلی هزینه داره و من آدمی هستم که به هزینه‌ها توجه میکنم. من فقط دارم میفهمم چه کسی در قدرته. آیا تندروها رهبران نزدیک به سپاه پاسداران قدرت بیشتری دارن؟ باید با هر کسی که واقعا اداره امور رو در دست داره معامله کرد. من با هر کسی که کنترل اوضاع رو در دست داشته باشه کار میکنم. اما اونها خودشون هم نمیدونن کی در رأس قدرته. بین خودشون درگیری شدیدی وجود داره. در بسیاری موارد احتمالاً برای رهبری هم با هم میجنگن. حتی فکر میکنم بعضی‌ها برای این میجنگن که رهبر نشن، چون ما 2 ساعت از رهبران اونا رو از بین بردیم. در صورت با هر کسی که لازم باشه کار میکنم. هر وقت اونا بخوان انجام میدیم. میتونن با من تماس بگیرن. همه برگ‌های بازی دست ماست. ما میخوایم همه چیز پیش بره. همه چیز تحت کنترل ماست. حالا باید ببینیم اونی که در رأس قدرته چه تصمیمی میگیره. چه چیزی از دیروز تا امروز تغییر کرده؟ هیچی. فقط این که اونها یه متنی به ما دادن که میتونست بهتر باشه. جالب اینه که بلافاصله بعد از لغو ملاقات در عرض 10 دقیقه یک متن جدید برای من فرستادن که خیلی بهتر بود. ما در این باره صحبت کردیم که اونها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. موضوع خیلی ساده است. این توافق پیچیده نیست. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. 37 سال وقت داشتید تا نگذارید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. به نظر من اونها به آتش بس نیاز دارن. اما من هنوز درباره ادامه اون تصمیمی نگرفتم. حتی به این هم فکر نکردم که در ازای تعلیق 20 ساله چه چیزی ارائه بدن. پیشنهاداتی دادن اما کافی نیست. صحبت‌های ترامپ نشون میده سفر عراقچی به پاکستان و پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی هنوز نتونسته شرایط رو تغییر بده. شایع شده بود که عراقچی پیام و نظر مجتبی خامنه‌ای رو برده، ولی ترامپ گفته دو پیشنهاد جدیدی که پرسر هم دادن حرف جدیدی نداره. گفته اصلا به نظر میاد در تهران رهبری وجود نداره. در واقع ترامپ با این صحبت‌های امروزش 3 محور اصلی موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی در ساعات گذشته را زیر سوال برد. یکی اینی که جمهوری اسلامی میگفت پیشنهاد جدید داریم. دوم اینی که میگفت این نظر مجتبی خامنه‌ایه و سوم اینی که در درون نظام وحدت نظر وجود داره. ترامپ با حرفای امروزش هر 3 این محورها رو بی اثر کرد. اینکه حتی عراقچی و ویتکاف نتونستن مذاکره کنن نشانه اختلافات شدید در تهران، اسلام آباد و واشنگتن که نتونستن این دیدگاه‌ها رو به هم نزدیک کنن و اینکه مذاکرات قبلی، سفرها، دیدارها، ملاقاتها نتونسته نظرات آمریکا و جمهوری اسلامی رو به هم نزدیک کنه. نظراتشون هنوز خیلی از هم فاصله داره. پیش‌شرط‌ها و شروطی که دو طرف مطرح میکنن مانع نزدیک شدنشون به همه. جمهوری اسلامی میگه باید قبل از هر مذاکره‌ای محاصره دریایی لغو بشه. ترامپ اینو رد میکنه. گفته اصلا فکرشو هم نکنید. محاصره ادامه پیدا میکنه.
محاصره باعث شده که اینا به طور جدی و اساسی تحت فشار قرار بگیرن. به دلیل همین وضعیت هنوز دو طرف نتونستن به یه دستور کار مشخص برای مذاکره دست پیدا کنن. یک کارشناس آمریکایی در توصیف این وضعیت گفته آمریکا و جمهوری اسلامی دارن درباره مذاکره میکنن و نتیجه مشخصی از این همه نشست و برخاست و مذاکره هنوز به دست نیومده. در واقع اون چیزی که ما در 3 هفته گذشته بعد از توقف جنگ دیدیم بیشتر این بوده که هر کدوم نظرات خودشونو به طرف مقابل منتقل کردن، بیشتر تبادل نظر کردن و این تبادل ها نشون میده خیلی نظراتشون با هم فرق داره. یه دلیل دیگه ای که مذاکرات پیش نمیره اینه که در درون خود ایران بین خود مقامات و فرماندهای سپاه خیلی اختلاف هست. شرط و شروط برای آمریکا مطرح کردن طوری که الان اون شرط و شروطی که مطرح کردن انتظار طرفدارای خودشون رو بالا برده و حالا اگرم بخوان از اون شرط و شروط عقب نشینی بکنن نمیتونن. فضایی که خودشون در تهران ایجاد کردن خیلی تنده. روند نشون میده باند قالیباف و عراقچی و پزشکیان در تهران الان در اقلیتن. قالیباف و عراقچی و پزشکیان دنبال توافق و در واقع دنبال امضای تسلیم نامه‌اند که جنگ نشه دوباره، جمهوری اسلامی سقوط نکنه. ولی شواهد نشون میده زورشون به اونایی که مخالف توافقن نمیرسه. پزشکان همین امروز گفته که کسی نباید استبداد رأی داشته باشه. خب خطاب این حرفش که به مجتبی که نیست، داره به فرمانده‌های سپاه میگه. قالیباف هم دلش میخواد جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همکاره نظام، ولی زورش به بقیه سپاه نمیرسه که در کنترل احمد وحیدی فرمانده سپاه و باقر ذوالقرد دبیر شورای عالی امنیت ملی. قالیباف تلاششو کرد، به دیدار ونس هم رفت، دنبال توافق هم بود، ولی در تهران زیر پاشو خالی کردن. نتونست این پروسه و فرآیند رو ببره جلو. مجبورش کردن رفیقای خودش برگرده به همون فضای تقابل و رجز خوندن در مقابل آمریکا که میتونه به قیمت جونش تمام بشه. اینی که قالیباف دنبال توافق بود به خاطر این نبود که مثلا آدم میان رویه. نه، قالیباف هم یکیه مثل بقیه فرماندهای سپاه، به همون اندازه جنایتکار و سرکوبگر مردم، به همون اندازه ضد آمریکایی. منتها قالیباف میخواست کاری کنه جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره، ولی باندای رقیبش بهش اجازه ندادن. اونا فکر میکردن قالیباف میخواد از مذاکرات و توافق احتمالی استفاده کنه برای تبدیل بشه به مرکز قدرت. مسئله اصلی موافقه و مخالفای توافق در جمهوری اسلامی اصلا بحث منافع ملی ایران نیست، بحث منافع مردم هم نیست، حتی من فکر کنم بحث منافع نظام جمهوری اسلامی هم نیست. بحثشون اینه که کی قدرت رو در دست داشته باشه. قالیباف و رقباش در درون سیستم سر این با هم دعوا دارن که کی دست بالا رو داشته باشه و بتونه بعد از کشته شدن خامنه‌ای بخش بیشتری از قدرت رو به دست بگیره. این باندای قدرت سپاه یه اشتراک نظرهایی با هم دارن، یه اختلافایی. در چی اشتراک نظر دارن؟ در این که جمهوری اسلامی بمونه، در این که سپاه مرکز قدرت باشه، در این که باید با آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی ادامه بدیم، در این که باید حمایت از نیابتی ها رو ادامه بدیم، در این که باید موشکی و پهپاد تقویت بکنیم، در این که باید مردم رو سرکوب کنیم و نگران قیام مردم و سرنگونی جمهوری اسلامی هن. ولی یه جاهای هم با هم اختلاف دارن که یکیش هم نحوه تعامل با آمریکاست. اختلافشون سر اینه که بریم توافق کنیم و مانع از سرگیری جنگ بشیم یا نه حتی اگر جنگ هم شد عقب نریم. توزیع قدرت بین این باندها و فقدان یه رهبر قدرتمند بینشون باعث شده اینجوری بیفتن به جون هم دیگه. ترامپ میگه اصلا رهبر ندارن، هیچ کدوم از این باندهای قدرت نمیتونن حرکت بکنن اونطوری که میخوان و همدیگر رو مهار کردن. هیچ کدومشون اون تسلط لازم رو برای پیش بردن برنامه خودشون ندارن. مخالفای قالیباف با وجودی که مانع توافق قالیباف ونس شدن ولی خودشون هم راهکاری ندارن و خودشون هم میدونن جنگ چقدر برای نظام خطرناک. یه جای مهمتر که این باندهای قدرت با هم اختلاف نظر دارن
اینی که بعد از کشتن خامنه‌ای کی به قدرت برسه. دعوا سر قدرت و ثروته. هر کدوم از این باندها خواهان بخش بیشتری از ثروت و قدرتن. اون ثروت که اینا بیشتر سهمشو میخوان عددش اینقدر بزرگ و نجومیه که حاضرن به خاطرش همدیگر رو بکشن، مردم هم بکشن. یه رقمی در حد 350 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران در یه ساله. درآمد نه فقط بخشی از این 350 میلیارد دلاره. وقتی بحث سالیانه 350 میلیارد دلار بیاد وسط، معلومه حاضرن همدیگر رو بکشن. اینی که قالیباف نتونسته یه اجماع داخلی در رأس نظام و سپاه وجود بیاره و نتونسته بقیه فرمانده‌های سپاه رو برای توافق با آمریکا امضا کنه، معنیش این نیست که چالش بین فرمانده‌های سپاه تموم شده، مثلا قالیباف حذف شده. نه، این یه توقف موقت در جنگ قدرت داخلیشون. نه قالیباف از این مسیر دست میکشه نه رقباش. قالیباف سالها آرزوش این بوده رئیس جمهور بشه، نشده، در 3 انتخابات شکست خورد. الان تصورش اینه که من میتونم میانبر بزنم و با استفاده از این بحث ایران و آمریکا در شرایطی که خامنه‌ای نیست، شمخانی نیست، لاریجانی نیست، من بشم همکار نظام. خب رقباش هم بیکار ننشستن. اونا میگن اول زیر پای قالیباف رو در مذاکرات خالی میکنیم، اجازه نمیدیم این مذاکرات تبدیل به سکوی پرتاب بکنه، بعدم اگر بتونیم بدنامترش میکنیم که این دنبال سازش با آمریکا بوده و از این حرفا. این دعوا هنوز ادامه داره و خواهد داشت تا اینی که یه جریانی، یه باندی در بین خودشون بقیه رو حذف کنه و موضع نظام رو در برابر آمریکا مشخص کنه. البته مردم هم بیکار ننشستن، مردم هم همزمان دارن تلاش میکنن که شرایط فراهم بشه و سر همه این باندهای قدرت رو بزنن و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. از نادارلی تبریز پیام میدم. روغن نباتی 5 کیلویی از 1,450,000 تومان در عرض 10 روز به 2,800,000 تومان رسیده. کمر پدران زحمتکش خم شده از گرانی ها. قیمت تخم مرغ شده دونه 20,000 تومان. یک کارگر ساده در شهر کوچیک فقط روزی 300 تا 500,000 تومان میگیره. هیچی نمیشه خرید. ما داریم میمیریم. ما که چند سال از خیلی چیزها که میخوردیم دست کشیدیم. در 1 سال گذشته هم که سفره کوچکتر و کوچکتر شده. گرانی درباره همه چی هست. خوراکی و پوشاک و تعمیرات لوازمی که خراب میشه. اما از همه بدتر خوراکی مثل گوشت و مرغ هست. حالا به تخم مرغ هم رسیده که نمیشه خرید. با 2 بچه بزرگ واقعا در خانه خجالت میکشم و میگم ندارم بخرم. خدا لعنتشان کنه. توی چابهار وضعیت معیشت به شدت سخت شده. کار نیست. درآمدها صفر شده. توی منطقه آزاد پاساژها همه خالی از آدم شدن. جنسها همه گرونه. اما امیدوار به پیروزی نور بر تاریکی هستیم. این پیام‌های مردم که با وجود قطع اینترنت به دست ما میرسه و همکارای ما بازخوانی میکنن که امنیت مخاطبا حفظ بشه، نشون میده خشم مردم از نظام به دلایل مختلف دوباره داره بیشتر و بیشتر میشه. یه دلیل مهم دوباره خشمگین شدن مردم همه قطع اینترنته که الان داره 2 ماه میشه که اینترنت قطعه. 2 ماهه که مردم ایران دسترسی به اینترنت بین‌المللی ندارن. همین امروز یه نماینده مجلس گفته زمان مشخصی برای پایان این وضع وجود نداره. گفته شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیره. به نظرم مبنای نظام اینه که دیگه دسترسی به اینترنت بین‌المللی مثل سابق نباشه. مبنای نظام اینه که اینترنت فعلا قطع باشه و فقط به کسایی که صلاحیتشون اعراض میشه اینترنت بدن و اینا هم افراد مشخصی هن. یه عده اونا سیم کارت خونیان، یعنی کسایی که از طرف نظام دستچین شدن که اینترنت خوب داشته باشن و بیان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از نظام دفاع کنن. اینا سیم کارت خونیان. دسته دوم از نظر نظام کسایی هن که
پول دارن و اعراض صلاحیت شده. یعنی بازم نه همه پول داره. دقت کنید، میگن اون پول داره که اعراض صلاحیت میشن، ما تاییدشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی نظام میاد به تشخیص خودش یه تعداد از تاجرها و بازرگانا و صاحبان مشاغل انتخاب میکنه، میگه من به اینا دسترسی به اینترنت میدم در ازای پرداخت پول. این یه نوع کاسبی برای مسئولین اینترنت جمهوری اسلامی هم هست که هر کی خواست اینترنت داشته باشه یکی تو سیستم پیدا کنه، اسمشو با پارتی بازی بذارن تو لیست، بگن احراز صلاحیت شده، یه پولی ازش بگیرن. جمهوری اسلامی از هر چیزی کاسبی ساخته. یکیش همین اینترنت، فیلتر شکن و نمیدونم اینترنت طبقاتی و رویکرد جمهوری اسلامی در قبال حق مردم برای دسترسی به اینترنت ترکیبی از ظلم، فساد و جنایت. ظلمه چون در همه جای دنیا دسترسی به اینترنت حق مردمه و در جمهوری اسلامی حق مردم رو ضایع کردن و میگن داشتن اینترنت حق نیست، میگن امتیازیه که نظام به یه عده میده، به یه عده هم نمیده. غیر از ظلم، این کاری که جمهوری اسلامی با اینترنت میکنه غیر از ظلم فساد هم هست. چون شما وقتی به یه اکثریت اینترنت نمیدی و یه به اقلیت اینترنت میدی، اونم در شرایطی که مردم نیاز دارن به اینترنت، این یعنی خود به خود زمینه فساد و پارتی بازی رو فراهم میکنی. سوم اینی که غیر از اینی که ظلمه و فساد درست میکنه، جنایت هم هست. چرا؟ چون در شرایط جنگی، این شرایط که الان تو کشوره، قطع اینترنت یعنی بازی کردن با جون مردم. مردم از هشدارهای آمریکا و اسرائیل برای حمله مطلع نمی شدن و الان هم که دوباره خطر شروع جنگ هست، بازم از اخبار جنگ و هشدارهای حملات به موقع مطلع نمیشن و این جنایته، چون جان میلیون ها نفر رو به خطر میندازه. اینترنت آزاد در اختیار خودشونه. رسانه باب میلشون کار میکنه. حقوق و مزد سر وقت پرداخت میشه و هر شب در خیابونها اسلام پارتی برقراره. این همون زیرساختیه که اگه نابود میشد، شرایط اونا هم کمی شبیه مردم عادی میشد. کاش اسرائیل 2 روز اینترنت غزه رو ببنده، بلکه این سازمان‌های به اصطلاح بشردوستانه یه فکری برای اینترنت ایران بکنن. شاید این وسط اینترنت ما هم بس. من اگه 30 میلیون جان فدا داشتم، اینترنت رو قطع نمی کردم که هیچ. رایگان و پرسرعت هم می کردم. تنها راه حل اکثر مشکلات مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی هست. با وجودی که حکومت فکر میکنه قطع اینترنت به نفعشه، من معتقدم در مجموع به ضررش. خشم و تنفر مردم علیه حکومت بیشتر میکنه، باعث تشدید بیکاری شده. الان کارشناسان میگن حدود 2 میلیون نفر دیگه در اثر جنگ و قطع اینترنت بیکار شدن. این برای سپاه که حاکم فعلی ایرانه اصلا مهم نیست. اصولا خود حکومت اینترنت رو قطع کرده چون نگران قیام مردمه، ولی به ضررش میشه. حکومت جمهوری اسلامی از اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میترسه. چرا؟ به این دلیل که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فضا و جو ضد حکومتی رو تقویت میکنه. دوم اینه که میترسه چون میدونه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اکثریت نداره. اینترنت رو قطع کرده چون اکثریت نداره. اگر اکثریت داشت حتما اینترنت رو باز میکرد. سرنگونی جمهوری اسلامی راهی که مردم دارن میگن و حکومت میگه اگه اینترنت داشته باشن این شدید میشه. سوم اینه که حکومت و حکومتی‌ها و طرفداراشون چون میدونن حرف حساب ندارن اینترنت رو قطع کردن. اگر قدرت بحث داشتن، اگر حقانیت در استدلال داشتن، اگر حرف حساب داشتن، حتما اینترنت رو باز میکردن، شبکه‌های اجتماعی رو باز میکردن و اونجا از گفتمان حکومت دفاع میکردن. ندارن. الان که 2 ماه اینترنت رو قطع کردن، سوال اینه آیا این قطع اینترنت در تغییر نظر مردم به نفع حکومت موثر بوده؟ پاسخ اینه که نه. قطع اینترنت نه تنها نظر مردم رو به حکومت عوض نکرده، بلکه مردم بیشتر عصبانی و خشمگینن، بیشتر متنفرن و خواستار سرنگونی هن. اکثریت مردم خواستار قطع مذاکره با
جمهوری اسلامی هن. خواستار اثرگیری حمله هن. اکثریت مردم در انتظار فراخوان نهایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی هن. اکثریت مردم خواهان هدف قرار گرفتن مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی هن. سوال دیگه، آیا قطع اینترنت باعث عدم دسترسی مردم به اخبار اطلاعات شده؟ بازم نه. مردم درسته با زحمت بیشتر اخبار اطلاعات رو میگیرن، ولی بالاخره به دست میارن از طریق ماهواره وصل شدن با زحمت به اینترنت یا روش‌های دیگه. سوال دیگه، آیا قطع اینترنت باعث شده روایت نظام تبدیل به روایت غالب بشه؟ بازم نه. مردم سیم کارت خونی‌ها رو تحویل نمیگیرن، فحششون میدن، میگن شما شریک در جنایت نظامید. مردم از سیم کارت خونی‌ها میپرسن وقتی اکثریت مردم اینترنت ندارن شما چطوری اینترنت داری و داری از نظام دفاع میکنی؟ و سیم کارت خونی‌ها چون جوابی برای این سوال مردم ندارن نمیتونن روی مردم تاثیر بذارن و نظر مردم رو به نفع نظام عوض بکنن. در مجموع قطع اینترنت به نفع نظام نشده و نخواهد شد. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از جانفداهای وطن رو براتون بخونم. از شما هم تقاضا میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر جور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام اسماعیل عباسی، 37 ساله، 17 دی، دیزل‌آباد کرمانشاه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام غلام حسین اندیشی، 44 ساله، 19 دی، قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام ابوالفضل زمانی، 21 ساله، 19 دی، رحیم آباد گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد امین دهنوی، 20 ساله، 19 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام رشید بهزاد عزیزی، 37 ساله، 19 دی، خیابان نامجوی تهران، بچه نظام آباد عزیز بوده. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد معین محمد یوسفی، 25 ساله، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام مصطفی مالکی باش محله، 39 ساله، 19 دی، قلعه حسن خان تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام فرشاد مرادی، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام کیاوش میرقاسمی، 18 ساله، دانش آموز و آماده تحصیل در رشته دندان پزشکی، 18 دی، گرگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام یوسف شیخها، 19 دی، زنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام میثم مقدسی، 31 ساله، 19 دی، بومهن عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام عطاالله پوررحمتی، 50 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام فرشاد احسانی، 35 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام محمد مهدی سفری، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 18 دی، میمند فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاویدنام سارا دریا ابراهیمی، 40 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن:
جاویدنام مجتبی عزیزی 42 ساله 18 دی مجروح شده 27 اسفند جانفدا شده نارمک تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام اصغر امیر سهیلی نژاد 55 ساله 18 دی مجروح شده 22 دی جانفدا شده رشت عزیز. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار و فاسد پس بگیریم.